پاشو دیر شد. بابا بوی دیر چی؟ بابا پاشو قرار بود 7 بریم 9 صبح. 5 دقیقه. پاشو. بابا دست سرم بدار. اوکی من میرم 5 دقیقه دیگه. بیدار نشی تقصیر خودت خودته. ول نمی‌کنی. بیدار نشی تقصیر خودته. 5 دقیقه دیگه. باش. شب بخیر. A few moments later. بابا من نمیفهمم چه بدبختی داریم سر این هرچی بی صداش میکنیم این 5 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه فراد. پاشو دیگه. بابا ولمون کن. پا نمیشی نه؟ برو به کاره. باش بلند باش. Hayat şaşırtır hep zaten ben. من گفتم تقصیر خودت. صبح بخیر. خیلی خوش اومدید به ولاگ مسافرت اولمون و چرا؟ آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ نمیدونم چی چرا کارت کردم؟ هر کاری کردی دیگه تقصیر خودت. 5 دقیقه 5 دقیقه همینه. چرا؟ خدایا ما بریم حاضر شیم برمیگردیم. خب آقا ما بالاخره ایشونو که بیدار کردیم بفهم و داخل. وسایلم جمع کردیم. بزنین بریم پایین. خدا وکیلی ظلمیه که در حق من میشه. چی کارت کردم؟ چی کارم کردی؟ خدا رو شکر که آروم باش. بچه‌ها دیدن. چیزی نیست آقا، چیز طبیعیه دیگه. چیز طبیعی چیه؟ مشتی آب ریختی تو گوشم. چیزی نیست. الان مشکل پیدا کردی؟ نه تازه گوشم چرا سر گوشم حال درد میکنه؟ میزانی. آقا ما وسایل جمع شد و الان میخوایم بریم خریدمون رو انجام بدیم. شاید از اونجا هم ولاگ گرفتیم. میگیری. آره 100 میگیریم و بریم که داشته باشیم. بفهم نمیرم. میخوای یه دیگه هم برم. یه دونه دیگه هم دیگه چی میخواد؟ اگه گفتیم چی میخوام جدی؟ یادم رفت. تخمه این بسته‌ای ها میخری؟ چی بگیرم؟ این بسته‌ای ها میخری؟ بخمه نه باز باز میگیری؟ باز بگیرید لذتش بیشتره، تازه تره. خب آقا همونطور که دیدید خرید انجام ما رفتیم خرید انجام دادیم. چقدر گرمه. یکم گرم یکم اصلا چیزی و نیست. کارمون تا اینجا تموم شده. بقیهش دیگه مسیره. بعد مسیر رو بریم تا حدودا فکر کنم یک ساعت یک ساعت داره. آره اینا فاصله داریم با تا جایی که گرفتیم و حالا شد تو مسیر فعلا تو شهریم. شد تو مسیرم براتون میگیرم و امیدوارم برای ولاگ اول ولاگ خوبی بشه. دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید مسافرت میریم دوباره. و تو راه که داشتیم میومدیم من با فراد حرف زدم. من و فراد حدوداً 2 سال 2 سال و نیم رفیقیم و تو این 2 سال 2 سال و نیم خب داشت ماشین میزد. آره داشت ماشین میزد. بفرمایید تو. آره آره و اینم میتونست بیاد. بعد چیز نه حدودا 2 سال 2 سال و نیم رفیقیم و این اولین مسافرتمونه که داریم با هم میریم و یکم جفتمون دلشوره داریم. چرا؟ نمیدونم من که اوکی ام. با اون آبی که من ریختم بعید بدونم. آبو یادم انداختی. و آره دیگه من بعداً به حسابش میرسم. چیزی نیست حرفمش. جدی واقعا نباهم کارو میکردی. مثل آدم بگو آقا بیدار شو. کردم. برو دیگه. ما بریم مسیر. حالا براتون ویدیو میگیرم. ببخشید داد زدیم. حسین روالش بابا هرچی میشه حسین بنده خدا حسین چه گناهی کردم اگه؟ اینجا داداش بیام از فرهاد تشکری بکنم به خاطر حمایتش از ما و ابراز پشیمانی بکنم از تیکه‌هایی که تو ویدیوهای قبلی بهش انداخت. از این بعد با فرهاد صلح و دوستی داریم. به به. بریم ببینیم چه خبره. مسیر چه شکلیه و مسیر چه شکلیه؟ شاخ و دم شکلی هست. والا شاخ و دم داره. مسیر چه شکلیه؟ اعصاب نداره گایز و اینکه هنوز عصبی از آبی که ریختم هیچ ایده ای ندارم تا چه بلایی قراره سرمون بیاد. یواش
خب آقا ما بعد از حدوداً 1 ساعت 45 دقیقه اینا تقریبا رسیدیم بالاخره و سیله‌ها رو گذاشتیم. چیزی که جالبه خب مواجه شدیم اول بذار من بشین ما هر جا میریم آره شانس نداریم، برق نیست. برق نداره یعنی ما هر موقع هر جا رفت هر کاری بکنیم برق نیست. و آره الان برق نیست من وایسادیم. گرممه، برق قشنگ بیاد، معلومه عصبی گرمم. شده. نگاه کن گرم. و یکم عصبیه فعلا منتظریم برق بیاد چیزی دیگه نمونده بود. و آره حدودا یه ربع نیم ساعت دیگه میاد و 2 مهمون دیگه هم داریم اونا هم حدودا تا یه ربع دیگه تا برق بیاد اونا هم تو راهن اونا میرسن چه کیفی میکنن؟ آره میان برق هست میان برق هست. و آره دیگه فعلا رسیدیم یکم استراحت کنیم آره. تا بعد دیگه غذا رو ردیف کنیم. آره حالا اونا رو هم جوجی هستیم با بزنیم هم و و سیخ بازی که جوجو سیخ و جوج بازی. جوجو نوشابه. خب آقا ما یکم استراحت کردیم برقام بالاخره اومد و اینکه رفیقامون هم رسیدن الان حدودا ساعت 5:30 ما تازه اومدیم یا پیغمبر ما تازه اومدیم ناهار درست کنیم و اینجا بچه‌ها هستن خیلی خوش اومدین. آقا ابرا که خواهش هستش کارش نمیشه کرد. کریم یه ذره گوشی رو بگی بالاتر. علی آقا هم که رفیق مشترک من و فراده حدودا از مهمونای خوب این دوره از مسابقات از کجا؟ سیخ زنی فعلا اومدیم جوجه ها رو سیخ که بزنیم. کنیم جوجه هاش یه ذره عجیب نی سبزیجاته. سبزیجات و متفاوت. ساعت 6 کی ناهار میخوریم مجبوریم وقتی دیر برق رسیدیم. البته دیر نرسیدیم، برق نبود. بچه‌ها نیومده بودن، منتظر بودیم. ما اوکی. بعد آره بچه‌ها نبودن نیست. این داستانا کاملا اوکیه. و آقا فراد دست به آشپزی شدن یعنی آشپز رو گفتن همه چی با من خود جوجو بغل کردن. آره منقل رو دید ای جوجو بابا. زد و به راهه و حالا ما بریم اینا رو جوجه کباب به راه، فردا هم پیتزا به راه، پیتزا؟ فردا هم یه چیز دیگه به راه. میگم مثلا و حالا بریم از درست کردن آقا فرادم ببینیم در چه حدی هستن و در چه بله. توانی هستن. بریم مسابقه است مگه؟ دیگه بهار آشپزی یه دیگه جوجه‌ایه که دوره هم داریم سیخ میزنیم. سیخ خب آقا من تلفنم زنگ خورد و بچه ها زودتر از من رفتم پای منقل و این داستانا چه نوری داره این آفتاب. آقا ببینم چی کردید چی کار میکنی این چه وضع گوشی خواهد کار بگی کار جمعه. ببین یعنی تو همه ویدیو ما قبول داری که خوردنیه فقط یعنی حتی ولاگمونم بده مگه؟ کجاش بده خوبه که شما همینجا وایسادی علی باد میزنه نه میگه من ناظر کیفی هستم. من سیخو زدم خب علی بادو میزنه. هیچی دیگه شما چیکار کردی؟ والا ثبت وقایع بر ثبت چه بچه‌ها وقایعی؟ که چه آفتاب تیزی داره میخوره تو چشم. دوستان این آفتابی که بابا وایسی یه گوشه من یه ببینم. لحظه وایسی اون آفتابی که حالا میبینید خب هیچ چیزی نمیشه بچه اوکیه اون آفتابی بچه که خودی دیدید هنوز ساعت 6 حدوداً و همچین آفتاب داغه اون موقع که ما اومده میبینید چی بود و اینجا هم توی یه زاویه وایسی تکون نخور من آفتاب خورشید پشتش به تو باشه خورشید که و من پشتش به ماست راحت بتونم ببینمه. داری میبینی من الان بچه‌ها رو ببینم البته خیلی گرمه. من مهم نیستم پس نه میگم مثلا خوبه. چیزی نیست و اینکه گرما تلفتون کرد حالا آفتاب. من حالا یه چیزی انتقاد پیشنهادات راجع به این جوجه‌ای که زدیم من خب. اونقدری سبزیجات جوجه سبزیجاته من بله. تا حالا نخوردم امیدوارم خوب باشه. هیچ البته خوردم و یادم نمیاد. فیوریت هم اونجوری نبوده که مثل زعفرونی قراره تست کنیم دیگه خلاصه و اینکه امیدواریم خوب بشه خوشمزه باشه. ریسکی بود که آره به جون خریدیم و امیدواریم خوب عذاب در بیاد. حالا قسمت‌های بعد اگه تونستیم سایه من اینجا می‌بینید قسمت‌های بعد اگه تونستیم آره توه با هم همراه میشیم. آقا کور شدیم. کور نشو. با تشکر از آقای فیلم بردار. خواهش میکنم قربان شما. خب ما یکم زیادی استراحت کردیم و کلا هوا تاریک شد و کلا خودیم به تایم شام و اینور اگر شما ببینید که عالی میشه و همونطور که میبینید دوباره ایشون رفتن سر گاز. خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم چه در خبر؟ خدمت باشیم.
زغال واقعا زغال اینقدر دارم خیلی- ردیف میکنم. ناز قراره یه کوبیده بدم بچه‌ها بخورن. بچه‌ها جیگر ببینی همون این آقا همونی که عرق کرده بود داشت میچوکولید. نابود بودم ظهر، ولی اینقدر الان- نابود بودیم برق اومد همونو استراحت کردیم و از جامون تکون نخوردیم. آره و خیلی خسته شدیم. اینم ولی شبش جدی خنکه، یعنی خیلی خنکه که یه حد زیادی دیگه. فعلا الان درگیر شام و یواش زغال دیگه با بگیره. بابا چی تمش بابا چقدر غر میزنی؟ همین که خیلی غرغروه، واقعا خیلی غرغروه. ناراهنی کارش نمیتونم بکنم. همینی که هست. و تو هم الان یه دونه غذای خوب میزان داریم که از درست کردن اونجا هم الان میریم با هم هستیم کنار همین. اینجا هم دوباره قرار منو ببینید. کوبیده آره. بزنم. او کارت رو بگیر. همینی که هست. نکن بچه‌ها رو اذیت کنم. فلش بنگ میزنه. دیگه خلاصه یکم جاتون هم خیلی خالیه. خیلی جاتون خیلی خالیه. جاتون خالیه. و هوا واقعا خنکه این تایم شب و میزان حالا بریم داخلم اونجا هم کنار هم میشینیم یکم صحبت میکنیم. خب آقا ما اومدیم تو و استاد قسمت جذاب ماجرا سیخ کرد نه چیه؟ کوبیده استی که چرا اونجوری میکنی؟ ولی یه ذره باید شما صحبت کن، من کار آره دارم. امروز غذایی که داریم دوستان عزیز کوبیده است، حجم زیاد، حجم خیلی زیاد. خوب و از قبل تو پیاز چیزی دیگه میخوابونم تو پیاز. خب دیگه چیه؟ دیگه بگو ببینم بلدی؟ هیچ ایده ای ندارم. توضیح بده. آشپز تویی؟ من که سیخ میزنم. خدا رو شکر اون یکی رو نگو. چیه بفرما؟ چیه؟ چیزایی که توشه. چیزایی که توشه رو چی کار ده؟ کوبیده است. کوبیده رو خب آقا یه پیازی توش میزنن. آقا به تو چه توشیه؟ عجب گیری کردی. بخور بگو نه حالا من آوردی اینجا چیکار؟ هیچی، برو گوجه رو بیار. گوجه؟ بله. من برم گوجه بیاریم. خب شما آموزش بده. آموزش چی؟ آموزش نداره که. سیخ کردم. وایسا شما تا حالا کوبیده خودت زدی؟ معمولا 99% کسایی که میخوان کوبیده بزنن اینجوریان که وای کوبیده نریزه ملاتش، وای خوب در بیاد خوب در نیاد فلان نشه اینا. ولی خب حالا جدا از اون اگر ملات و اینا رو خودتون رو که نیستین بزنید، اکثر رستورانا ملات میدن بهتون، آماده است، خوابیده آماده، همونی که تو رستورانا میزنن همونجا فیکس. شما یه چیکار میکنی؟ میگیری مثلا 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو بسته به نیازت اینا میگیری میزنی. من یه سوالی دارم. جان دلم. چند تا گوجه کافیه؟ به تعداد دیگه. حالا یه دونه هم اضافه‌تر. 5 تا. آره. باک. شما توضیح بده. آره. آماده میگیرید، خیال راحت. دیگه میارید میزنید سر سیخ و لذت و کیف و کوک. حالا شما میتونید هر نسبتی که میخواید سیخ بزنید دیگه. چند گرم باشه اوکیه؟ ببین معمولا میگن که بین 250 تا 300 گرم واسه یه نفره. ولاگ نی آشپزیه بیشتر. خب دیگه بالاخره کاری که دستم برمیاد. این خدمت شما. من هنوز گوجه نشستم. این البته جا داشت بیشتر بزنم ولی خب اولی رو یه ذره سبکتر زدم به دستم هم بیاد، دستم را بیفته. و اگر ملاتتون رو فکر کنم صدای آب خیلی بیاد. یکم میاد ولی شما توضیح بده. باش. نمیذاری واسه بچه‌ها توضیح بدم که شما توضیح همش سر و صدا می‌کنی. واسه اینکه ملاتتون اوکی بشه باید یه ذره ورزش بدید. خیلی آب میاد یا نه ولی دیگه ترزورم. خب چی گفتی؟ من نه هیچ دارم گوجه. چی گفت؟ من نمیشنفم، شما میشنفم. خب بعد همیشه یه کاسه آب بذارید که دستتون خیس باشه. موقعی که گوشت رو می‌خواید چیز کنی، الان 300 گرم اون 200 گرم. از کجا الان میفهمین 300؟ این بناب شد خیلی سنگین میشه. اینو من باید یه ذره ازش کم کنم. چی بریزه مشتی؟ نمیفهم. سیخو ببین اونجا نمونه کار گذاشتم واسه. خب این نمونه با اون نمونه کو نمونه؟ بعد به من میگه بیشور. بابا میگم کو نمونه، بگو اونجاست. خب بفرما. خیلی زیاد شد ولی خیلی مشتی شد. این احتمال ریزش با نمیدونم. این سیخو من به هیچکی نمیدم، اختصاصی واسه خودم زدم. حقیقت گشنگی به ما میده، ما گوجه بخور. من تا چیز بدی بهت دادم تا حالا؟ ها نه غیر از اون جوجه‌ای که دادی نه. کدوم جوجه؟ صبح خوردی. اونو دیگه خیلی دیگه تو اوج خستگی.
ولی خوب در اومد. قبول داری؟ اصلا یه وضع کار جمعه داداش، کار جمعه. خیلی شباهتش به رستورانی نشد ولی خوب بدم نشد. نریزه چرا بریزه؟ واقعا اینطوری که الان نمیریزه. خب داداش نه خیال تخت. البته یا اول فصل سیختاش میرفت. قابلمه کج شد افتاد. داداش این خیلی اون 2 برابر. یه دقیقه بیار تو این کامera. این 400 گرمه، این 200 گرمه. اون 300 چی بود؟ نه خیلی یه ذره کم حساب کرده بودم، زیادتر شد. میگم من اینو باید کمش کنم. خب آخرین سیخ هم زدیم، تقریبا شد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 سیخ. خوب شد. یه دونه کم آوردیم نسبت به 4 نفری که هستیم، ولی خب نفری دیگه 2 تا حساب کرده بود شد نفری. نه آه؟ نفری یه دونه حساب کرده بودم. من نفری یه دونه حساب کرده شده. گفتم 6 تا میشه. تازه 7 یکیش شد. هم کم کردم. البته آره دیگه. یکیش ولی هم خب خیلی خوب پرملات شد زد دیگه. اونجوری که آه. دیدید. یعنی ولی خب ردیف شد. اوضاع اوکیه. اوکی. الان وقت چیه؟ زغال بازی دوباره. خب این از نتیجه کار. راستش خیلی منو وسوسه نمیکنه، ولی خب دستپخت فرهاد دیگه، کارش نمیشه کرد. بریم واسه روز بعد ببینیم چیکار میخوام بکنه این عجوبه ها. چطوری بچه‌ها؟ آقا امروز روز دومه، ما تقریبا تازه بیدار شدیم، بچه‌ها هم تازه بیدار شدن و دیگه پلنمونه که صبحونه بخوریم. برم ببینم که سینا چیکار داره میکنه، کجاست. مشکوک میزنه، هیچ سر و صدایی ازش نبود. با اون نسبت دیروزی که منو بیدار کرد امروز اصلا خبری نبود. نمیدونم چرا بیدارم نکرد. ببینیم آشپزخونه است. به به آقا سینا، صبحت بخیر باشه. چطوری؟ احوالت چطوره؟ جونم چیکار داری میکنی؟ بابا آشپزی رو بگی. صبحونه بعد کامل. رانی که چی میگه ها؟ باریکلا. رانی یا نه این چی؟ باریکلا. اینو کجاست؟ داداش رانی یا نه دنی صبحونه؟ صبحونه رو که مثل دیشب غذای دیشب درست آخ. اگه اون عکس رو دیده باشی بله دیدم متاسفانه. عجب شامی بود. قشنگ اون 350 گرمه 350 بی خیال میگم. آره چقدر غذای خوشمزه درست کردی بابا. میگم اصلا تو آشپزی کن، چه کاریه. والا اصلا بله کنار. به خدا دار شدیم خوابیم. معلومه از من سرحالتری. ولی زودتر بیدار شدم که اون بلا سر من نیاد تو پارتی. آفرین. و آره انتظار داشتم امروز هم همونجوری منو بیدار کنی. من ترسیدم تو اینطوری من بیدار کنی و کارش نداشتم. خب آقا سینا، بله. صابونه چقدر دیگه حاضر میشه؟ تا 10 دقیقه الا یه رو به دیگر. بنازم. پس برم من میزو بشینم دیگه. شما برو میزو بچین. من بچه‌ها رو هم کم کم بیدار بکنم که بچه‌ها رو دیگه. اونطوری بیدار نکنی. خیلی پایم ولی گناه دارم. بذار این سری چون آره، تازه دیگه اومدم. تازه اومدم، ولی اگه نه بالاخره میدونی من خیلی کرمم گرفته دی بلای سر تو بیارم. اشکال نداره. من که بلا رو سرت میارم. قضیه همون سیخ زدن است. بچه هم راضین. آقا سیخ زدن رو ول کن. شانس گند ما هوا. بذار توضیح بدم. همین بود. کلش همین بود. بذار توضیح بدم. دیروز ما موقعی که گرفتیم هوا خیلی گرم بود. بعد مسافتمون تا ویلا خیلی طولانی بود. تو ماشین قشنگ اون ملات کوبیده داغون شد. اومدیم برق نبود همون جوری که شما دیدید و یخچال هم سرد یعنی گرم شده بود. بله بس. آره و فکرشو نمی‌کردم اینجوری بشه. شبم که اومدیم 300 گرم رو بار بزنی 100 گرمش که ریخت 250 گرمش هم دیگه نه یه 50 گرم چسبیده بود ولی خوشمزه بود. همون دو تا سیخی که آره. 2 تا سیخ سالم بود. ببین اینقدری از اون دیشب 7 تا سیخ 2 تاش سالم بود. اینقدری دیشب فاجعه بار اومد اصلا نشد ویدیو بگیریم. فقط همون عکسی که دیدین آره بماند به یادگار. آره روغن پرید. ما بریم تا نسوختیم ببینیم. من برم میزو بشینم. آره تو هم زودتر درست کن بچه‌ها گشنن.